برادر جان. شما کجا اول هستین؟ صحبت برادر جان، من در ایران هستم، در آمل شهر خودم. کی باز شما به ایران برگشتین؟ من روز پنجشنبه. اصلا درباره فایتی که شما در شهر سوچ گذروندین کمتر درباره اول میخواستم با شما صحبت کنم و از شما پرسان شوم چی در همون فایت ناجا رفت، برای چی شما مغلوب شدید، با فکر شخصی شما سببش در چی است؟ من از الان از برادرها، از تمام کسایی که دوست داشتم به من از تاجیکستان، در ایران، افغانستان، از همهشون معذرت میخوام. به نظر خودم، مربیام، ترینر خودم، همه چی خوب بود، همه چی طبق برنامه داشت پیش میرفت، ولی متاسفانه یک مشت ناگهانی، به قول ما میگوییم شاید شانسی، به قول گفتن لاکی پانچ، بس پشت سرم و من متاسفانه نفهمیدم چی شد که بایو از دست دادم. بازی تو شما در سالن بودی، همه چی تحت کنترل من بود متاسفانه. اینجا این حال محمد خیبتی هم روان کرده است ویرو. حاضر با حسن تمام کنیم، بعد محمد با دوام میتیم. حسن انشالله. انا سلام. فکری خودت، انا تو از قوه خود باوری داری که در ریوانش تو غلبه میکنی؟ مطمئنا اگر 10 بار دیگر هم باشیم من پیروز میدانم و همینطوری که خود وگا میدونست، هیچ وقت نمیتونست که در خواب خودش هم نمیدید که برنده بازی. بارها هم شهید خودش هم به من گفت، به مرتینر من گفت من در خوابم نمیدونم که پیروز میدان در این شکل باشه. ماشاءالله. من از سازمان فایت نایت میخوام و از اینجا تمام از برادرایی که هستن از تاجیکستان، از ایران، میخوام که از اینستاگرام تو فایت نایت، تو اینستاگرام کمیل، امیر دستگیری کنن و بهشون پیام بدن، به قول گفتنی بهشون در تگ کنن، در پست، در استوری، که این بایو به ما بدن، چون کمربند مال ماست و اونا خودشون هم میدونستن. بله درست است، درست است. خدا نصیب کرده باشد که شما میخواهید که برگردید به فدراسیون روسیه، به مسکو و شروع کنید بر تیم نوبتی خود و با این مقاومت تیار شوید. من تمرینات رو از سر کردم، مشقای خودم در ایران، در زل برادرم، در باشگاه برادرم که زیر نظر برادرم تمریناتم رو شروع کردم. انشاءالله اگه تاریخ ریونج رو به من بدن، تاریخ بازی رو به من بدن، من دوباره به روسیه برمیگردم و با تیم خودم، با برادر خودم. مرزهای روسیه برای ایرانیان باز شده و شاهد ایرانیان زیادی هستیم در شب مسابقه. انشاءالله خیلی خوب میشه. اگر خدا، من میخوام که شما و برادرها، همونطور شما به اینستاگرام کمیل، امیر بنویسین که دوباره این بازی رو به من بدن که انشالله بتونیم این کمربند رو پس بگیریم که به جایگاه واقعیمون به دست بریم. من امروز یک مصاحبه از وگاب دیدم که گفته بود که حالا تاجیکستان و ایران و افغانستان باید به من بگن که وگاب بپیش. من نوشتم که اینطور که فکر میکنی نیست. ما سلام علیکم. سلام علیکم. محمد اومد که خوبه هستن؟ سلام محمد جان، چطوری داداش؟ سلامتی، چیکار میکنی؟ شکر خدا خوبم، تو خوبی؟ میشه سلامت باش. چه خبر؟ شکر خدا الحمدلله. تو خوبی؟ کجایی آقا؟ شنیدیم متأهل شدی، تبریک. سلامت باش. شاید 2-3 ماه پیش من متأهل شدم. عروسیت ما رو دعوت کن. عروسی نگرفتم، حالا میخوام بیام ایران، مرزا باز بشه میام ایران عروسی میگیرم دعوت. بیا داداش، مرزا باز شده از ماه بعد دیگه. مرزا دیگه دو هفته دیگه باز میشه. محمد فکر نکنم عروسی باز. باید بیا، عروسی و خود شما هم گرفتم. باید بیاین. ها؟ میگه عروسی نکردیم، میگه یعنی که زن کی میگیری، میگه درست است. زن گرفت به تو نگو. عروسی با چی میشه؟ یعنی که توی، یعنی که یا اوجه جنیرسن مراسم مراسم فهمیدم. خواهی میگم مراسم میخوای در ایران گذرونی. ما بیا اسکازات شما بیاین. یعنی که در روسیه تو مراسم نکردی وقتی توی ده؟ نه نکردم. برای چی سبب؟
مادر گفت که نکن، منم گفتم بله میام ایران. و برادرای تاجیک نمیتونن رفته ایران در مسکات توی میگن میشه یک عروسی هم میایم تاجیکستان میگیریم برای تاجیکا فارزمان. در مسکو هم فیلم میشه. انشالله حسن رفتی انشالله. تو چرا نمیمونی همینجا؟ بیا آه. بمون همینجا بهتره برام. من دل ماندن ندارم، من برای ایران آه. دلتنگ میشم، من باید زود برگردم. سخته، راست میگه بخه. ام. بخه من منم همون اول آمدم در روسیه، من نمیتوانستم بمانم. 4-5 ماه ماندم. بعد از 4-5 ماه برادرم علی به من گفت تو دیگه خانه نمیری. 3 سال هنوز خانه نرفتم. حال حاضر. ماشاءالله. دلیل موفقیت هم همینه، اونجا مونده. اینک این فیلمو با یکی از دو بهترین فایتر ایرانی در فدراسیون روسیه حسن و محمد و آنها امروز اظهار محبت به ایران کرده ایستادند. انشالله ایران من و به ایران میرم، تاجیکستان، افغانستان. به تاجیکستان. ولی بخه جان یک سخن من به تو میگویم. بله. فایتر خوب در ایران زیاد است، منتها MMA در ایران نیست. یگان MMA شود، فایترهای خوب هم در ایران زیاد است، خیلی نه. همانند همین بارسیا رو ببین، کشتیگیرا بارسیا رو ببین، همان گونه فایتر خوب است، منتها محمد انا ما دارم که منیجری فایتر های ایرانی شام، خصوصا من میدونی چی خیلی میسوری گم دومشه خود میدونی. اگر محمد بتوانید که برادر یک سوال با محمد اگر دارم. محمد بتوانی تو چی منیجر میگذاری بابت فایت